سلام خدمت همه شما دوستان عزیز، امیدوارم که هر جا هستید حالتون عالی باشه. امروز اومدیم که یه دونه ویندوز 7 32 بیت رو روی ماشین مجازی نصبش کنیم و یک پلیلیست طولانی با این ویندوز داشته باشیم. خب پس با من همراه باشید. محمد سین هستم و خیلی خوش اومدید به این ویدیو. خب همونطور که گفتم امروز میخوایم یه ویندوز 7 32 بیت رو روی VMware اجرا کنیم و یک پلیلیست طولانی باهاش داشته باشیم. کانال آپارات ما رو دنبال کنید، کانال بله ما هم دنبال کنید و انشاءالله ما یه کانال یوتیوب هم میخوایم بزنیم. اگر که کانال یوتیوب رو ساختیم لینکش رو داخل دیسکریپشن براتون قرار میدیم. اگرم که کانال یوتیوب رو نساختیم که هیچ. بلکه شما حالا برید توی دیسکریپشن یه سری بزنید، چون الان من در حال حاضر هیچ کانال یوتیوب ایجاد نکردم. حالا بعد از ویدیو شاید ایجاد کنم، شاید ایجاد نکنم. حالا شما وقتی که الان این ویدیو بارگذار میشه برید دیسکریپشن رو نگاه کنید و ببینید که هستش کانال یوتیوب یا نه، چون که الان خودم نمیدونم بزنم یا نزنم. خلاصه شما دیسکریپشن رو نگاه کنید و کانال بله هم حتما دنبال کنید. خب ما اول نیاز به ایزوی ویندوز 7 داریم که ایزوی ویندوز 7 رو داخل کانال بله براتون گذاشتم که آدرس کانال بله هم گفتم داخل دیسکریپشن هست. ایزوی ویندوز 7 رو داخل دیسکریپشن میذارم، با این کاری نداریم. شما وقتی که از کانال بله این ایزو رو دانلود میکنید فقط یه همچین فایلیه، خب که این فایل ایزوی ویندوز 7 32 بیت هستش. خب که میتونید بردارید و ازش استفاده کنید. خب و بریم سراغ نصبش. فایل ایزو رو گفتم داخل کانال بله هستش، میتونید برید و ببینیدش، دانلودش کنید. خب ما اول VMware رو باز میکنیم، روی همین گزینه اول یک کلیک میکنیم. خب اینجا دو تا گزینه داریم. از بین این دو تا گزینه تایپیکال رو انتخاب میکنیم و نکست رو میزنیم. اینجا سه تا گزینه داریم. گزینه اول اینه که مثلا شما یا فلش بوتیبل شده یا که مثلا دیویدی مثلا ویندوز 7 رو دارید و میذارید توی سیستمتون. اینجا میزنید و مثلا میگید که از مثلا این فلش مثلا از این دیویدی بردار و این شکل کار رو پیش ببر. خب و گزینه دوم این هستش که ما اینجا فایل ایزو رو انتخاب میکنیم و گزینه سوم اینه که بعدا انتخاب میکنیم. ما گزینه سوم رو میزنیم و نکست رو میزنیم. اینجا مایکروسافت ویندوز داریم، لینوکس داریم، VMware ESX داریم و چیزهای دیگر داریم. خب ما با مایکروسافت ویندوز کار داریم چون سیستم عاملی که میخوایم بزنیم ویندوز هستش. از ویندوز 3.1 داریم تا ویندوز 11 64 بیت. یه ویندوز 7 64 بیت داریم، یه ویندوز 7 داریم. ویندوز 7 64 بیت برای نسخه 64 بیتشه و ویندوز 7 برای نسخه 32 بیتشه. ما گفتیم میخوایم یه دونه ویندوز 7 32 بیت رو نصب کنیم. پس ویندوز 7 رو انتخاب میکنیم و روی گزینه نکست کلیک میکنیم. خب اینجا نیم ویندوز مجازیمون رو میخواد. حالا چون من یک بار از قبل این کار رو کردم و بعد پاکش کردم اینجا 2 برام گذاشته. حالا من میخوام بزنم ویندوز 7. خب و روی گزینه نکست میزنیم. اینجا هم لوکیشنشه، راستی من بگم اینجا لوکیشنشه که این لوکیشن رو میتونید انتخاب کنید که کجا نصب شه. من اینجا میخوام توی درایو H هم نصب شه و اسمش هم ویندوز 7 باشه. ویندوز 7 صفحه ویندوز 7 32 بیت. خب وقتی که این رو میزنم روی نکست میزنیم و اینجا فضای
هاردمون رو میخواد به صورت خودکار 60 گیگه، توصیه میشه همون 60 گیگ رو بذارید و روی گزینه نکست بزنید. تمام. خب الان روی این کاستومایز میزنیم. خب اینجا اولین چیزی که باید توجه داشته باشیم بهش رم هستش. رم خودش زده حداقل باید 1 گیگ باشه. بهترین چیزی که یعنی که به گفته خودش بهترین چیزی که میتونید انتخاب کنید به قول معروف 1 گیگ هستش و آخرین چیزی که میتونید انتخاب کنید 8 گیگ هستش فکر کنم. بله نه ظاهرا میگه که 6 گیگ و 1 مگ این شکلی. حالا من 8 گیگ رو میذاره. اگه 8 گیگ رو گذاشت و ویندوز برامون بالا آورد که هیچ، اگر نه یک ذره میاریم پایین. خب توی بخش دوم گزینه اول رو روی عدد 1 و گزینه دوم رو روی عدد 2 میذاریم و میریم قسمت بعدی. اینجا 2 تا گزینه داریم. این به صورت خودکار خودش گزینه اول رو انتخاب کرده. ما باید گزینه دوم رو انتخاب کنیم و براوز. حالا این فایل ایزوش رو که از کانال بعدی دانلودش کردید انتخاب میکنید و روی اوپن میزنید. همین دیگه با این 4 تا چیز بقیه چیزها کار ندارید. با نتورک آداپتور و یو اس بی و ساوند کارد و دیسپلی کاری نداریم و فقط همین 3 تا چیز بود که رم و چیزهای دیگر. کلاس رو میزنیم و فینیش. خب حالا اینجا برامون ویندوز 7 ساخته شد و میزنیم که روشن شد. کامپیوتر مجازی روشن شه. اوکی. خب بچه ها ظاهرا که خب بله حد اکثر روی 8 گیگ باید بذارید. اگه 8 گیگ از 8 گیگ بیشتر شه، من یک بار تست کردم، از 8 گیگ بیشتر شه ویندوز رو براتون لود نمیکنه و یک ارور میده و شما باید برید و دیگه حد اکثر بذارید روی 8 گیگ یا که پایین تر که بیاد روی 1 گیگ دیگه حد اقلش. خلاصه حد اقلش 1 گیگ هستش، حد اقل رم و حد اکثرش هم 8 گیگ هستش. خب اینجا من این رو بزرگش کنم فول اسکرین. خب اینجا گزینه اول رو انگلیش، گزینه دوم رو انگلیش و کلا اصلا به این صفحه دست نزنید دیگه، فقط روی نکست بزنید روی این صفحه و وقتی که روی گزینه نکست زدید یه دونه گزینه اینستال ناو داریم که روی این گزینه اینستال ناو باید بزنید. خب ستاپ رو برامون شروع میکنه که دیگه بریم وارد مراحل ستاپ بشیم و ویندوز رو نصب کنیم. خب اینجا نسخه های ویندوز رو میاره. من توضیح بدم. اگر که شما میخواید که مثلا فقط نصب کنید برید ببینید که ویندوز 7 چه شکلیه، نسخه های دیگر رو انتخاب کنید. پیشنهاد من اینه و التیمیت رو انتخاب نکنید. ولی چون که ما حالا میخوایم یه پلیلیست طولانی با ماشین مجازی داشته باشیم و میخوایم که مثلا هفته 2-3 بار با این کار داشته باشیم، به خاطر همین ما رو گزینه التیمیت میذاریم. و یک چیز دیگه هم بگم، نسخه هایی که آخرشون N هستش، مثلا ویندوز 7 التیمیت N، مدیا پلیر رو این چیزها رو ندارن و شما باید جدا یک چیزهایی مثل VLC مدیا پلیر رو نصب کنید. ولی اون نسخه هایی که N ندارن مدیا پلیر و اینها به صورت خودکار روشون نصبه. من بهتون پیشنهاد نمی‌کنم نسخه های N رو نصب کنید. پس ما ویندوز 7 التیمیت رو انتخاب میکنیم و روی نکست میزنیم. خب قوانین رو قبول میکنیم، همون اکسپت میکنیم، نکست رو میزنیم. خب اینجا با 2 تا مرحله مواجه میشیم با 2 تا گزینه. یه گزینه آپگرید هستش و یه گزینه کاستوم هستش. من یک بار روی همین ماشین مجازی
گزینه آپگرید رو انتخاب کردم و زیاد نتیجه خوبی نگرفتم و به شما پیشنهاد نمیکنم که از گزینه آپگرید استفاده کنید. ولی گزینه کاستوم گزینه خوبیه و من الان چند تا ویندوز که عوض کردم همیشه از روی گزینه کاستوم استفاده کردم و هیچ مشکلی هم ندیدم و ویندوز هم به خوبی نصب شده. به خاطر همین به شما هم توصیه میشه که روی کاستوم بزنید و آپگرید رو به هیچ وجه نزنید. کاستوم رو کلیک میکنیم. خب شما اگر که روی سیستمتون بخواید نصبش کنید، اینجا توی قسمت پارتیشن بندیش چندین تا پارتیشن میاره یا حالا چند تا پارتیشن میاره که حالا اونو یه ویدیو میخوایم انشاءالله حالا بسازیم. یه ویندوز 11 میخوایم نصب کنیم روی سیستم و روی ماشین مجازی، نه روی سیستم. انشاءالله حالا به زودی میاد ویدیوش. اونو چند تا پارتیشن داریم و اونجا قشنگ بهتون پارتیشن بندی رو توضیح میدم که قشنگ یاد بگیرید. ولی شما الان داریم روی ماشین مجازی یا همون VMware نصب میکنیم. یه دونه دیسک داریم که حالا میگم که وقتی که رفتیم تو ویندوز توی قسمت های بعدی میگم که چگونه درایو های دیگری هم بتونیم درست کنیم داخل ماشین مجازی. ولی خب الان کاری نمیشه کرد و فقط روی این دیسک صفر باید بزنید و روی نکست کلیک کنید. خب اینا دیگه مراحلیه که خیلی نیاز به صبر داره. به خاطر همین من ویدیو رو یه پاز بهش میدم. خب دوستان بعد از گذشت 4 ساعت و نیم از مرحله اینستالینگ ویندوز اومدیم بیرون. سیستم 2 بار ریستارت شد و اومدیم توی مراحل آخر ستاپ. خب اینجا نیم یوزرز و کامپیوتر نیم ما رو میخواد. خب من میزنم محمد حسین دوستان صبر کنید مگه میزنیم اینو نمیزنه چرا عدد میزنیم. خب واقعا اینجا یه چیزی میخواد. کیبورد رو بکنم قطع کرده این. دوستان الان من یه پاز بدم ببینم مشکل از کجا بود. دوستان ظاهرا این ریکوردی که ما داشتیم میکردیم با این نوشتنمون یه تداخلی پیدا کرده بود، ولی الان همه چی درست شد و اینا رو مینویسیم و نکست رو میزنیم. خب اینجا از شما یه پسورد میخواد. من پسوردم رو میزنم. خب دوستان چون که تداخل داره میذاریم حالا آخرش ببینیم که چیکار میتونیم بکنیم. الان فعلا پسوردی نمیذاریم ولی نکست کلیک کنیم. خب اینجا اگر که شما اون کدی که ویندوزتون رو اکتیو میکنه رو خریداری کردید که اینجا وارد کنید. اگر نه روی اسکیپ بزنید ولی نگران نباشید، ما یک ویدیو دیگه داریم که اونجا با استفاده از یک برنامه ویندوزمون رو به صورت رایگان اکتیو. خب ما الان نداریم و میخوایم بعدا به صورت یه آموزش با یه برنامه ویندوزمون رو اکتیو کنیم. پس روی اسکیپ میزنیم. خب اینجا روی گزینه اول کلیک میکنیم. خب اینجا از ما ساعت رو میخواد. ساعت رو اینم درسته. خب ساعتش که درسته نیاز به دستکاری نداره. پس روی نکست میزنیم. اینجا میگه که نتورکی که بهش وصلی نتورک کجا، اینا هم بعدا تنظیم کنید بهتره. به خاطر هم که الان زیاد طول نمیکشه کارمون روی این گزینه آخر میزنیم و بعد درستش میکنیم. خب مرحله آخر ویندوزمون. خب رفتیم داخل ویلکام ویندوز، صفحه ویلکام ویندوز 7 اولتیمیت. اینجا باید صبر کنیم. بچه‌ها واقعا
نصب ویندوز روی ماشین مجازی یه کار طاقت فرساییه و خیلی من اذیت شدم. 4 ساعت و نیم فقط روی بخش اینستالینگ ویندوز. خب اینجا داره دسکتاپمون رو آماده میکنه تا ما بریم توش و کارمون رو انجام بدیم. و یک نکته این که الان این دسکتاپ رو داشت آماده سازیش رو انجام میداد، به قول معروف این چیز هر بار اتفاق نمیفته. یعنی شما کامپیوترتون رو خاموش کنید یا ماشین مجازی کامپیوتر خاموش کنید دوباره روشن کنید، این اتفاق نمیفته، فقط یه ویلکام میزنن شما رو میبره داخل ویندوز. ولی وقتی که شما ویندوز جدید نصب میکنید، حالا بکنم توی ویندوز 8 به بالا اینا برداشته شده فکر کنم، ولی توی ویندوز 7 به پایین اونطور که حالا من دیدم، وقتی که شما نصب ویندوز 7 رو انجام میدید یا که یوزر جدید داخل ویندوز 7 درست میکنید و میرید داخل اون یوزر جدید، این اتفاق میفته و یا نه دیگه این اتفاق نمیفته. خب ما گفتیم که بیایم چیکار کنیم؟ پسوردمون رو تنظیم کنیم. برای این کار وارد منو استارتمون میشیم. خب بچه ها شبت ویندوز 7 سال پیش و قدیمه بوده. روی این قسمت که الان براتون زوم کردم میزنید. خب اینجا روی همین گزینه اول بازم براتون زوم کردم میزنیم. خب اینجا پسورد رو نویسید. بچه ها اینجا پسوردتون رو مینویسید. اینجا این یادآور پسورد اگر که اشتباه زدید اینجا این یادآور رو میده و شما میگید در ارتباط با این بود و پسوردتون یادتون. بچه ها تداخل از بین رفت. خب اینو حالا من یادم میمونه و نیازی ندارم به اینکه یادآور براش بذارم و روی همین گزینه ای که پایین هستش براتون زوم کردم میزنیم. تمام یه ذره میچرخه. ظاهرا طول میکشه. بچه سیستم رو نگاه کنم قبلش یه ذره برای اینکه یوزرمون قشنگ‌تر بشه روی چنج یو پیکچرز میزنیم و حالا هم از اینجا میتونید عکس که خودتون بخواید رو بذارید، هم مثلا میتونید عکس هایی که اینجا داره رو بذارید. مثلا من از کدوم عکس خوشم اومد، مثلا از این عکس توت خوشم اومد روش میزنم و این گزینه که اینجا براتون روشم. تمام یوزرمون قشنگ شد و حالا الان سیستم رو گفتم بریم یعنی چک کنیم. برای این کار اول بچه‌ها یه کار که بنظر کنم خیلی مهمه، داخل منوی استارت میاید و روی این گزینه کامپیوتر این کلیک راست میکنیم و شو آن دسکتاپ رو روشن میکنید. این دیگه همیشه اینجا روی دسکتاپتون هست و کنترل پنل هم این کار رو بکنید. در این کار خیلی خوبه. خب روی این کامپیوتر ما یه راست کلیک برای پراپرتیز. خب اینجا یه ویندوز 7 اولتیمیت داریم. سرویس پک 1 اکتیو نکردیمش هنوز. این چیه رو اینجا؟ آها فکر کنم میگه که 3 روز براتون اکتیوه. فکر کنم اینو میگه. خب اینتل داده به ما دقیقا همون چیزی که روی کامپیوتر خودم هستش. 8 گیگ هم که رم دادیم. اگه یادتون باشه اولش ویندوزمون 32 بیته و کامپیوتر نیممون محمد حسین پیسیه و فول کامپیوتر نیممون دوباره محمد حسین پیسیه. خب و این هم از مشخصات سیستممون. تا ویدیوی بعدی از این ماشین مجازی و این ویندوز 7 یا علی خدا نگهدار.